حبیب خدا گفتن وقتی که زن در دنیا مرد آزار میدهد، گویم با بالای مرد فرمان میدهد، سخنهای گویم بلند میگوید، به اجازت شوهر هر کاری را که خواهد انجام میدهد، بالای شوهر گویم قواق دارد، خوب قبول نمیکند شوهر. حبیب خدا گفتن که حورهای جنتی به جانب این زنهای دنیا از جنت صدا میدهند، میگویند وقتی میبینند مرد خیلی گویم در حالت ناخوب قرار دارد، خیلی گویم خسته شده است از حساب این زن بدفعل، حورهای جنتی چی میگفتند؟ ای زن دنیایی، این شوهر آزار نته، خدا تو را هلاک کند. یقین دان که این مردها در پیش شما موقت هستند، اینا در نزد شما مهمان هستند.